درود به شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. اینک چمپیونات 31 مملکت اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی شروع گردید و در این چمپیونات امسالی ما 59 نفر لگیونرها از 10 کشور جهان شرکت می‌ورزند و امید است که رقابت‌ها و درجه آنها خیلی بالا می‌روند. و اینک در بازی اولینی که ما امروز تماشا کردیم دسته استرافشان شهر استرافشان در سفر بر فیضکند با حساب کلان 5-0 ظفر یافت و از همین بازی شروع بکنیم. اینها مخلصان استرافشان هستند که به ورزشگاه مرکزی شهر ایسار آمدند. این باشد ریزا پرکس مربی نوی آلمانی دسته استرافشان که در بازی اول خود را خوب نشان داد. حالا در میدان نزد دروازه فیضکند با دستش بازی میکند توپ را و در نتیجه ضربه پنالتی و این را بک سیباتشو از کامرون با یک ضربه خیلی خوب جمع بست میکند و اینجا یک هم توپدهی بدن خود را گرد محورش نشان میدهد. هجوم‌های استرافشان خیلی زیاد بودند. در اینجا ما دیدیم که باز اوتابک زوکیروف از جمهوری ازبکستان در اینجا خوب بازی میکرد. حالا باز بکه با ایلهام براتوف بازی میکرد. یک گزارش خیلی عالی و ضربه نهایت سختی ایلهام براتوف را دروازه‌بان اینجا برمیگردد. اهلیدین حبیب اللهیف گزارش خیلی خوب بود. حالا بار دیگر ببینید چگونه ایلهام کوشش میکرد و در مورد اخیر کاپیتان دسته استرافشان با دسته همراه شد و آنها با این بازی با تیاری پخته آمدند. اکنون یک هجوم دیگر دقیقه 56 است و در دقیقه 56 اوتابک زوکیروف یک پرتاب پشتی سری عالی اینجا بکه سیباتشو را خوب استفاده برد. با دستش ایلهام براتوف توپ را از بیرون پرتافت. در نتیجه محافظتگران در غفلت موندند و او همین گونه ضربه را به دروازه زد، اما دروازه‌بان اینجا خوب توپ را برگردانید. اوتابک زوکیروف که خیلی نزدیک بود این توپ را به توی دروازه روی کرد. 2-0 است و باز یک هجوم دیگری اینجا فوتبالبازان دسته فیضکند رو هم دیدیم. اونها یک امکانیت داشتن، مرادوف اینجا میتونست توپ رو وارد توی دروازه کند اما دروازه‌بان قبولی بابای خوب بازی کرد. نه گزارش عالی از جانب مبکه بار دیگر و او گل دوم و دولی خود را به ثمر میرساند. ببینید دو نفر محافظتگران را چگونه در غفلت میگذارد و از زیر پایشان با توری دروازه روان میکند. الکس در دقیقه 69 3-0 بود و باز یک جالبیت گزارش است از جانب مبکه و اون به نتیجه انجام یافت. یک ضربه دیگر اینجا از جانب سفرов بود، قریب توپ وارد دروازه میشد اما کسی اونجا نبود. اما دقیقه 72 باز یک بار دیگر برای اوتابک زوکیروف از ازبکستان بهترین لحظه بود که گل چهارم استرافشان را تسلیم توری دروازه دسته فیضکند کرد. چون هیئت دسته استرافشان رو می‌بینیم یک هیئت پرزوری هست که امسال در موسم نوی فوتبال خود را خوب نشان می‌دهد و حالا امیرجان سفروف بازیگر حمله‌گری نوی دسته استرافشان هم از خود درک داد و توی پنجم را به ثمر رسانید. 5-0 فوتبالبازان دسته استرافشان به غلبه قاطع خود سزاوار گردیدند و از آنها بازی‌های باز هم زیبا را ما انتظار می‌شویم. در بازی دوم روز دسته رگریت هداس که از نو به لیگ اولی صعود کرد با دسته نوی لیگ اولی رفشان ظفرآباد قواز بود و این وخوری با حساب 2-2 به پایان رسید. پگاه دسته های اسخط با خوجند و همچنین دسته خطلان با رفشان قوا می آزمایند. این دو دربی که ولایت سوخت و هم خطلان هست از بازی های جالب خواهد بود. این بود اون خبرهایی که میخواستیم به شما رسونیم.